سلام آقا، میخوام یه طرح بذارم، طرح شلیک 40 میلیون گوز به روان پاک هر کی که باعث این گرونی‌ها شد. لطفاً غفلت نکنید، شما تو این طرح شرکت کنید. این طرح رو واسه 5 تا گوزوی دیگه هم بفرست. ما که میدونیم شما میگوزید دیگه، اشکال نداره، گوز خیلی هم خوبه. الان توی ژاپن، الان که نه یعنی خیلی ساله، به بچه‌هاشون یاد میدن بادگلو نکنن تا اونجا که میتونن بگوزن. یعنی باد جمع شد تو معده، تو هر جمعی که بودی باید بگوزی، جلو پدر مادر باشه، تو مدرسه باشه. نمیدونم چرا اونا هم وقت خسخل مسخل، ولی خب الان یه چیزی توش میبینم، بالاخره اونا ژاپنی ان دیگه. و دانشمندا جدیدن کشف کردن که بوی گوز یا همون باد معده باعث میشه خطر ابتلا به سرطان کم بشه. اون زن و مردایی هم که تو خونه واسه هم دیگه میگوزن، همونا زندگی شادتری دارن. عدا تنگا رو در نیار، اینو بفرست واسه یه 5 تا گوزوی دیگه مثل خودت. گوزو سلام، فکر نمی‌کردم تو هم بگوزی ها، دمت گرم. آره بفرستین اینو برای 5 تا گوزوی دیگه، انشالله که هم حاجت روا میشین، هم که بالاخره زندگی ها شادتر میشه، سرطان نمیگیرید، بعد خوبه دیگه. آره بابا کار نداری. گوزو چطوری؟ بای بای.